سلام، خیلی خوش اومدید به کانال ساتیا یوگا. اسم من آیداست و قراره توی این کانال همراه مادرم تک تک حرکات یوگا رو بررسی بکنیم، از لحاظ اینکه روی بدنمون چه تأثیری میذاره، چه فوایدی برامون داره و اینکه مهمتر از همش اینه که چه فلسفه‌ای پشت این حرکات هست. چون همونطور که میدونید تک تک حرکات یوگا رو از جانوران یا طبیعت الهام گرفتن. بر همین خیلی مهم هستش که ما بدونیم ریشه این حرکت و فلسفه پشت این حرکت ها چی هستش. حالا بریم ویدیومون رو شروع بکنیم با اولین حرکتمون به اسم باکاسانا. در این قسمت میخواییم وضعیت باکاسانا رو توضیح بدیم. باکا به معنای کلاغ یا دورنا، آسانا به معنای وضعیتی که در اون ثابت و بی حرکت قرار میگیره. فلسفه‌ای که در پشت این وضعیت وجود داره این هست که این پرنده دورنا در کنار آب ساعتها به آب نگاه میکنه تا بتونه شکارش رو پیدا کنه. این وضعیت در اسطوره‌های هند نمادی از سکوت، تمرکز و شکیبایی یوگی است. توی این بخش میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چجوری حرکت باکاسانا رو انجام بدیم. برای شروع اول باید بدونیم که این حرکت چه عضلاتی رو درگیر میکنه که اگر ما توی این عضلاتمون ضعف داریم طبیعتا نمیتونیم این حرکت رو بریم تا وقتی که اون عضلاتمون رو تقویت بکنیم. به طور کلی آساناها وقتی تو وضعیت آساناها قرار میگیریم همه عضلات درگیر هستن، ولی اینجا ما میخوایم یک سری از عضلات که کلیدی ان و بیشتر درگیر میشن رو اسم ببریم. اولین عضلاتی که توی باکاسانا درگیرن عضلات کف دست و بند انگشتامون هسته، چون توی این وضعیت وزنمون رو میندازیم روی دست هامون و وزنمون بین انگشت هامون و کف دستمون پخش هستش. عضلات بعدی طبیعتاً بایسپس یا دو سر بازویی، دلتوئید و سه سر بازویی هستن که خیلی درگیر میشن چون وزن کاملا روی دست قرار میگیره. و عضلات اسکاپولار یا همون عضلات کمربندی و سرشانه عضلات بعدی هستن که درگیر میشن و همینطور عضلات کور بدنمون هم توی این وضعیت درگیر هست و این رو هم به عنوان یه کمک بدونید که عضله کور توی همه ورزش ها و توی همه حرکات نقش اصلی و کلیدی داره. اگر روی عضله کور بدنتون کار بکنید میتونید خیلی پیشرفت سریعی توی بدن خودتون ببینید. حالا اینکه چجوری ما حرکت باکاسانا رو انجام میدیم. برای شروع به صورت 4 دست و پا قرار میگیریم و دست هامون رو به صورت اینکه انگشت هامون کاملا از همدیگه باز باشه روی زمین قرار میدیم. تو مرحله بعدی ما زانومون باید توی این قسمت بازومون قرار بگیره، یعنی انگار باید زانومون رو بذاریم داخل زیر بغلمون. پس دست هامو باز میکنم، انگشت هامو از هم باز میکنم، زانوام رو خم میکنم، دست هامم خم میکنم که زانوام توی قسمت زیر بغلم قرار بگیره. حالا وزنم رو شیفت میکنم جلو. گفتیم که باید وزنمون کاملا روی دست هامون قرار بگیره که پاهامون کامل سبک بشه و ما بتونیم پاهامون رو بیاریم بالا. من یه بار دیگه برم. دستامو خم میکنم، زانوامو قرار میدم توی زیر بغل، وزنمو شیفت میکنم جلو. حالا یه پامو بلند میکنم اگر تعادل دارم و اگر میتونم وزنمو کنترل بکنم اون یکی پام رو هم بلند میکنم و بعد آروم پاهامو روی زمین قرار میدم و این میشه حرکت باکاسانا.
حالا یه چند تا نکته که باید بهش توجه بکنید اینه که من همونقدر که آروم میرم تو حرکت، آروم هم باید از حرکت برگردم و به هیچ وجه نباید خودم رو توی حرکت ها پرت کنم. اگر این اتفاق میفته قطعا یک عضله‌ای ضعیف هستش یا با تمرکز و آگاهی ما حرکت رو انجام نمیدیم، چون ما باید وقتی وارد حرکت باکاسانا میشیم عضله کورمون رو کامل صفر بکنیم، عضلات بازویمون رو کاملا سفت و محکم بکنیم که وقتی وارد اون حرکت میشیم بتونیم توی اون وضعیت تعادلمون رو پیدا بکنیم و بایستیم. حالا وقتی که تونستیم توی اون حرکت بایستیم باید 5 تنفس آگاهانه بتونیم توی اون حرکت سکون داشته باشیم تا بعد بتونیم وارد حرکت پیشرفته بعدی که میشه کلاغ یک پا بشیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیومون رو نگاه کردیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست دارید بازم ویدیوهای با این محتوا ببینید برام کامنت بذارید و تا هفته بعدی با یه حرکت جدید بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.